سرور جان برای چی اومدی تو این بیزینس؟ من خودمم به خاطر داشتن آزادی بیشتر اومدم تو این بیزینس که آزاد باشم، رئیس خودم باشم و برای خودم کار کنم، از هر جا وقت بیشتری با بچه‌ام داشته باشم، هر زمان و مکانی بتونم کاری خودم رو انجام بدم و منم برای بازنشستگی زود به هنگام. تمام این دوستان عزیزی رو که میبینین ما الان دور هم جمع شدیم، اصلا همدیگر رو در واقع فقط تو دنیای مجازی میشناختیم، ما اصلا تو دنیای واقعی همدیگر رو ندیده بودیم. دوستان عزیز اگر که دوست دارین به این بیزینس آنلاین جوین بشین، لطفاً به روی وبسایتی که زیر این ویدیو میذارم کلیک کنین، اسم و ایمیلتون رو بذارین تا شما هم به این جمع بیزینسی ما ملحق بشین.